الکساندرا نیکیفورووا در نقش آنا، دستا کوکتمی در نقش هوشیار، علی احساندرو در نقش سلطان محمود، امیل چولگچن در نقش اسما سلطان. داستانی عاشقانه و زیبا از عشق سلطان محمود به کبوتر گیر افتاده در قفس، معلمی زیبا به نام آنا. سلطان قلبم. چی نوشته سلطانم؟ چه میدونم، به زبان روسی نوشته. گلزار، برای من فوری یکی رو پیدا کن که روسی بلد باشه. پیدا میکنیم سلطانم، فکر خوبی کردی. قبلا تعریفتون رو شنیده بودم ولی امروز قسمت شد آشنا بشیم. من قبل از وارد شدن به قصر شما رو میشناختم سلطانم. زنهای سفارت شیفته طرز لباس پوشیدنتون هستن و تو هر فرصتی از شما تعریف میکردن. واقعا؟ چی میگفتن؟ کنجکاو شدم. هرچی میپوشیدین رو تعریف میکردن. چند بارم درباره جواهرات و مدل موهاتون صحبت میکردن. مادمازل، از شخص شما یه سوالی داشتم. شاید بشناسیدش. یه زمانی توی این سفارت کار میکرد. اگه همزمان با هم تو سفارت کار کرده باشیم حتما میشناسمش. میبینم که چشم از ساعت بر نمیداری. اینقدر از مهمون نوازی من حوصلت سر رفته؟ نمیدونم چرا فکر میکنی همه چی به تو مربوط میشه، ولی دیگه بهتره که برم. سلطانم، شب خیر، شب خوش. سرورم، قبلا بهتون گفته بودم که باید یکم زودتر رفع زحمت کنم. مادمازل، شب خیر. فکر کنید گذشته ها یه روز یه سرباز با تزارمون توی یکی از خیابونای سن پترزبورگ روبرو شده. تزار ازش پرسیده بود از کجا میای؟ سربازم به زودی گفته از دیپا اعلیحضرت. تزارم گفته احمق، دیپا تو زبون ما چنین کاربردی نداره. سربازم با بال چشم قربان گفتم به تزارمون جواب داده. روز بعد که سرباز بیدار شده دیده ترفیع درجه گرفته. به نظر من عثمانی و روسیه نقطه اشتراک خیلی زیادی دارن. تا این حد زیادیه. مادمازل، آنا مگه من چی گفتم؟ دیگه واقعا داره باورم میشه از این دنیا نیست. یه چیز عجیبی داری تو کی هستی؟ گفتم که یادم نمیاد. تو چرا انقدر اصرار میکنی؟ خانومه ببین. آه سرورم چقدر جوونید. آه سرورم چقدر مهربونید. آه کاش مجبور نبودم که برم. زن بی ملاحظه. هر چیزی یه آدابی داره عزیز من.
پادشاه هم میگه نمیخوام، بذار تو جیبم. نمیگه بس دیگه خاتون، به خودت بیا. یه حرمسرا پر از زن برات بس نبود؟ فقط همین یکی کم بود؟ این فکر رو دیگه چیه؟ به من چه اصلا؟ شما چند وقته که اینجایید؟ منو ول کن. تو چرا اینجایی؟ چرا تو نیستی؟ هیچی، خواستم یکم هوا بخورم. نه سرورم، به نظر من شما باید از این خاتون فاصله بگیرید. کدوم خاتون؟ کدوم خاتون؟ تاتیانا دیگه. چرا؟ زیادی لاابالیه، تحت فشارتون میذاره. یعنی با پادشاهمون اینجوری حرف زدن اصلا درست نیست. واقعا کارش زشته. که اینطور؟ بله. نمیدونم خودشو چی فرض کرده، ولی یکی باید حدشو یادآوری کنه. عجیبه واقعا. آنا تو داری حسودی میکنی. ببخشید. جوون بیا فالتو بگیرم. الان نمیخوام، ممنون. باشه برای بعد. این زنو میشناسی؟ اسم تو از کجا میدونستی؟ نه از کجا بشناسم؟ همینجوری میگه که مشتری جذب کنم. خیر دختر خان، واسه چی میپرسی؟ هیچی، همینطوری. به من چه اصلا؟ میشناسی که بشناسی. تو اگه میخوای بمونی بمون. من دیگه داره خوابم میگیره، خسته شدم، میخوام برم خونه. تو حتی اسمت هم یادت نمیاد. تنها این چطوری میخوای بری خونه؟ اونو دیگه یادمه، تو نگران نباش. راست میگی، چیزی که به کارت بیاد یادت میاد. یادت چه غذایی دوست داری، یادت چه جوری هموم کنی. اما اسمتو میپرسم نمیدونم، یادم نمیاد. تقدیر الهیه، چیکار میشه کرد؟ جلوتو نگاه کن نیفتی. من میدونم چه جوری باید راه برم، تو نگران من نباش. دختر خان، اومدیم سلطانم. ساتینا خاتون زبون روسی بلده. نگاه کن ببینی ضعیفه چی نوشته. بله سلطانم. عالیه. عجله کن ببینم چی نوشته. به نظر من تو داری حسودی میکنی. کی؟ من حسودی میشه؟ نه سرورم، شما اشتباه متوجه شدین. من چرا باید حسودیم بشه؟ به من چه؟ اصلا هر جوری که دوست دارید رفتار کنید سرورم. البته، ولی الان داریم راجع به تو صحبت میکنیم. وقتی چیزی بین ما نیست، این عصبانیت از این خاتون. عصبانیت هم از روی حسادت نیست، به خاطر آداب و معاشرت بدشه. عصبانیت هم از اینه که نمیدونستم آداب معاشرت انقدر برات مهمه، در حالی که تو هم خیلی از قوانین رو زیر پا میذاری. راستی تو حسادت رو خیلی بچگانه میدونستی. درست میگم؟ اونجوری گفته بودم نه؟ بازم همونطور فکر میکنم. یعنی قبول نمیکنی حسودیت شده؟ امکان نداره قبول نمیکنم. گفتم که شما اینطوری فکر کردین. خیلی خوب، اگه اینطوری میگی حتما همینطوره. قبوله. سرورم، من خیلی سردم شد، با اجازهتون من میرم داخل. ازم فرار کن کبوتر، فرار کن. زود باش خاتون ببینم چی نوشته. سلطانم، من زبون روسیم خوبه ولی خوندن و نوشتن بلد نیستم. نمیفهمم چی نوشته. من به ذهنم نرسید خوندن و نوشتن و ازش بپرسم سلطانم.
نه، یه راه دیگه پیدا میکنم. خودم میتونم از خودم مراقبت کنم. بیا خوبی کن. چقدرم دوست دارم بهت دست بزنم. من نبودم الان میمردی آخه. اصلا هم اینطور نیست. من خودم از پس خودم برمیام. دیدیم خیلی هم خوب از پس خودت برمیای. دومین باری که دارم زندگیتو نجات میدم. عالیه. فهمیدم شمردنم بلدی. ای خدا، تو این دختر رو واسه امتحان من فرستادی؟ پس میخوای آشنا تو ببینی نامیکاره؟ من این آشناها رو میشناسم. ندیمه، کالسکم آماده کن. این موقع شب سلطانم؟ آره این موقع شب. فقط برای این که تو رو ببینم همه رو کشوندم اینجا. ولی اینجوری نمیشه که جسمت اینجا روحت یه جای دیگه. اصلا معلوم هست چته؟ حواست به من نیست. به یکی دیگه داری فکر میکنی. آره منتظر کسی هم. گفتم تا حالا نمیتونه صبر کنه میاد ولی انگار نمیاد. شاید من اشتباه کردم. برای فردا که قرار اسلحه ها رو امتحان کنیم خیلی هیجان دارم. امیدوارم موفق بشیم شما رو هم به هیجان بیاریم. امیدوارم مهندس، چون کلی کار داریم که باید انجام بدیم و هرچه زودتر بریم سراغ مرحله بعدی. همسر چنین آدمی شدن واقعا باعث خوشبختیه. جوون و خوشتیپ، تازه حاکم یه دولت جهانی هم هست. تاتیانا، باید حرم سراشم بهت یادآوری کنم. مگه چیه خب؟ این چه حرفیه؟ انگار که تو روسیه و اروپا مردم معشوقه ندارن. تازه فکر کن تا به حال پادشاهی بوده که همه عمر با یه زن باشه؟ من که نمیتونم تحمل کنم. مگه میشه آدم عشقشو با یکی دیگه شریک بشه؟ امکان نداره. واقعا تفکرات جالبی داری. تشریف آوردم. چرا زودتر به ذهنم نرسیده بود؟ آقا خیرالدین زبان روسی بلده. آره، فردا اولین کاری که میکنم اینه که برم پیش خیرالدین بفهمم تو این نامه چیه. گلزار 100% مطمئنم تو این یه چیزایی هست، وگرنه چرا باید قایمش کنه؟ آره واقعا همینطوره. بیا ببینم. بذار همه بشنون. زنده باد نامیک، زنده باد دوستم، زنده باد تو. همه رو بیدار میکنی. بیا بیدار شد بشنون. خب دوستت دارم. آروم باش. بذار یه چیزی رو بهت بگم. تو هم دلت برام تنگ شده بود. اگه تنگ شده بود شده جولیت، خیلی هم زیاد. یه بویی به مشامم خورد. تو نفهمیدی؟ ها؟ اسما
از اولش هم میدونستم حرفایی که زدی دروغ بوده. نامیک پاشا، بوی سوختگی ازت میاد؟ درسته موسا. دیشب یه آتش سوزی کوچیک رخ داد ولی خدا رو شکر خاموش شد. آتش سوزی حقیقی یا بازم آتیش دل؟ هم حقیقی هم مجازی. سلطانم خواستن اینو به شما تحویل بدم. ممنونم ندیمه. میتونی بری. سلطانم، تو غرب به این میگن کبریت. دفعه دیگه خواستی جایی رو آتیش بزنی از اینا داشته باش. نامیک پاشا. مای موسا، چه روز آرومیه مگه نه؟ نبود آقا خالد سریع معلوم میشه. همینطوره. انشالله رفتنش همیشگی باشه پاشا. آمین. روز بخیر آقا ظاهیر. روز بخیر آقا خالد، ولی به این جلسه دعوت نیستین. چطور ممکنه؟ یه اشتباهی شده. دستور! سلطان محمود خان وارد می شود. سرورم، اشتباهی در کار نیست آقا خالد. بگو پاشا، تو مرا وضعیت چطوره؟ آشوب رومی ها به طور کل سرکوب نشده سرورم، ولی لشکر جنگیمون از دل و جون دارن می جنگن. از رستم پاشا خبر رسیده که به تقویت توپ و تفنگ احتیاج دارن. خوبه. هرچی نیاز داره سریعا تدارک و ارسال بشه. چشم سرورم. نامیک پاشا، از فتاح خائن خبری هست؟ همه جا رو گشتیم ولی اثری ازش نیست. امر میکنم به نگهبانا بگین سربازا رو بفرستن. هر کسی فتاحو زنده یا مرده پیدا کنه یه مژدگانی خوب دریافت میکنه. پسرم، مهمون حبیب خداست و قدمش روی چشم ما، ولی حالا که خوب شدی باید پیش کت خدا بریم و حرف بزنیم. به هیچ وجه. تیر خورده بودی وقتی پیدات کردیم. اونی که منو زد دشمنمه. خیلی آدم بد و خطرناکیه. اگه بفهم زندم میکشدم، دخلمو میاره. خب همین دیگه، کت خدا پیداش میکنه مجازاتش میکنه. اونو نمیتونن بگیرن. شما نمیدونین چه آدم ظالمیه. به خاطر 2000 بدهی منو به این روز انداخت. دستم تنگ بود. گفتم ماه دیگه میدم، به هیچ وجه گوش نکرد. بازم طلبکار بود. دستش بشکنه. اگه بریم پیش کت خدا میفهمه زندم. هر جوری شده میکشه منو. باشه، ولی اینجوری هم نمیشه که به کسی نگیم. من زیادی سربارتون شدم. برم دیگه. نه منظور آقا این نبود. هنوز زخمی هستی. اینجوری از روستا بیرون نرو، میفتی یه جای چیزیت میشه. بخواب استراحت کن. ما به کسی چیزی نمیگیم، باور کن. بعدن هر کاری خاصی میکنی، مگه نه آقا؟ باشه، همین کارو میکنیم. ظاهیر، بفرمایید سرورم. از صالح سلطان خبر داری؟ رسیده؟ نه سرورم، هنوز خبری نرسیده. عجب.
چطور ممکنه؟ سریع یه پیک بفرستید ببینم شاهزادم رسیده و حالش خوبه یا نه. اطاعت میشه سرورم. وای چقدر خوبه. درس نیست، آنا نیست، هیچ قانونی هم نیست. پسر من دارم میرم چشمه که این لباسا را بشورم. خسته نباشی. مرسی دخترم. یکم یواشتر، اینجا پر گرد شد. وای چقدرم گلوم خشکیده. یه لیوان آب لطفاً برام بیار بی زحمت. بلند شو ببینم چی شده؟ حالا که قرار اینجا بمونی اینجوری نمیشه بشینی. از این به بعد باید به یه دردی بخوری. من چی کار میتونم بکنم؟ همون کاری که ما میکنی؟ کار خونه، کار طویله، هر چی. ولی من گفتم بلند شو. خیلی خب بابا انجام میدم. مگه چقدر میتونه سخت باشه؟ بیا ببینم. فکر میکنم همین دور و برام یه جاهایی باید باشه. آره یکم پایین‌تر. ای خدا هنوز نمیدونه چی کجاست. چه برسه به دوشیده. تو به کار خودت برس. پیداش کردم. پیش میاد. ببین شاهزاده به چه روزی افتاده. روزنو میکشتنم بهتر از این وضعیتم بود. داری چی کار میکنی؟ تازه اینجا رو جارو کرده بودم. واقعا؟ اصلا متوجه نشدم. خب عیب نداره، یه بار دیگه جارو بزن، چیزی نیست که. با دقت جارو بزن. کاه یه طرف، ساقه هم یه طرف. موطلای ما جفتش یه جا دوست نداره. اونم مثل تو حساسه. برو به جهنم. خانم معلم خیره، رنگت پریده، راه دور اذیتت کرد. خب به هر حال عادت نداری به شیوه پادشاه خوش بگذرونی، بهت ظلم شده. نه سلطانم، برعکس خیلی خوش گذشت. دیشب کاشکی شما هم بودین. خوبه خوشحالم که خوش گذشته، چون روزای آخرته. خسته نشدین از این حرفای تو خالی؟ نه، تازه داستان شروع شده بانو. یکی تموم میشه، اون یکی شروع میشه. کار خدا رو ببینا، تا حالا این همه ظرف و یه جا ندیده بودم. این همه ظرف و ظروف تو خونه شما چیکار میکنه؟ ظرفای همسایه‌ام میاری اینجا؟ والا آخه چرا دروغ بگم؟ دختر باهوشی هستی، از کجا فهمیدی ها؟ ولی اشکال نداره، ثواب داره، زود باش. حالا که داری میشوری اینا رو هم بشور. بسته بابا، تو میدونی با کی داری شوخی میکنی؟ سلطان صالح دختر پادشاهی بزرگ عثمانی سلطان محمود خان روبروت وایستاده. حالا که تو سختی افتادی دختر پادشاه عذاب در اومدی؟ ها؟ نگاه کن دختر خان، دارم میرم میدون.
شب که برگشتم این ظرفا شسته شده باشه. و سلام، فهمیدی؟ وگرنه جای خواب نداری شب بمونی تو خونه. تو قصد تنبیه اینجان تنبیه. آخه این چه ظلمیه؟ سلطانم، خبرها خیلی بده. من بیش از حد نگرانم. اول یاد بگیر که آروم باشی، وگرنه دست و پامونو گم میکنیم. آقا خلید، تعریف کن اوضاع چطوره؟ پادشاه دیگه به من شک کرده و دیگه توی اتاق جلسات منو راه نمیده. نگرانیم بی دلیل نیست سلطانم. سرنخ رفته رفته میاد به سمت ما اون نخو با کشتن فتاح بریدیم آقا خلید. هر چقدر میخوان تحقیق کنن به نتیجه نمیرسن. البته تو اگه با نگرانیات خودتو به باد ندی، ولی اعتبارمونم مثل هدفمون یکیه. نگران نباش، به زودی به جفتشم میرسیم. فقط یکم صبر کن. هر چیزی اصولی داره. میبینیم اسما سلطان، اصول کدوممون بهتره؟ ای اهالی، بشنوید دستور پادشاه. فتاح قائم سرگروه سابق ینیچری به دولت خیانت کرده. هر کی جاشو بلده و بگه چه زنده و چه مرده تحویلش بده مژدگونی خوبی میگیره. پس اینطور وقت خوابیدن تموم شد. بفرمایید سلطانم. آقا خیرالدین. بفرمایید، امری داشتین؟ امر نیست آقا خیرالدین، یه خواهش کوچولو دارم. گوشم با شماست. یه نامه رسیده به دستم که زبانش روسیه. خیلی برام مهمه که بدونم توش چی نوشته. یه نگاه بنداز ببین میتونی ترجمه کنی یا نه. البته سلطانم، خواهشتون رو امر تلقی میکنم، ولی الان خیلی عجله دارم. پادشاه منتظره، باید برم. میخواین دست من بمونه؟ تو اولین فرصت ترجمه میکنم و بهتون میگم چی نوشته. باشه. ولی خیلی اضطراریه. باید مواظب باشی هیچ کسی نبینه و نشنوه. متوجه شدم سلطانم، نگران نباشین. فعلا با اجازهتون. سفیر دیمیتری. سلطانم، خیلی وقت بود ندیده بودم. چند بار به قصر اومدم ولی افتخار زیارت شما رو نداشتم. کم سعادت بودم سلطانم. حتما معلممون رو میشناسی، اون از سفارته. بله، البته بیشتر پدرش رو میشناسم. پدر آنا پترونا کاتبمونه. قسمت شد که با دخترش هم آشنا بشم. به هر حال توی سفارتخونه به بچه ها تدریس میکرد. بچه ها هنوز دلشون براش تنگ میشه، ولی باعث افتخارمونه که آنا توی قصر خدمت میکنه. آقای مهندس، بهتر سلاح ها امتحان کنیم. بفرمایید. برای ما خبر مرگ عارف لنگو آوردم. موفق شدی طرفو به قتل برسونی آنا پترونا. تو اعتمادم اشتباه نکردم. میتونم تاریکی درون آدم ها رو ببینم. بزرگترین تاریکی خود شما هستین سفیر دیمیتری و دارید من هم داخل اون تاریکی میکشونین، ولی من مثل شما نیستم. کی میدونه آنا پترونا؟ کی میدونه؟ لطفاً بخندین. نامیک پاشا چشمش به ما.